خیلی خوبه. سلام، حالتون چطوره؟ محصول جدید داریم. اسپیکر دیجی هفت. بریم ببینیم چجوریه. از تازه ترین محصولات دنای با 4 ساب‌ووفر 12 اینچی، 2 سوپر توییتر و 2 میدرنج که کمک میکنه صداها تفکیک شده و شفاف پخش بشه. راستی، قدرت صداش هم 160 وات RMS واقعیه. بگم براتون از رقص نورش، گرینگیه و نور سقفی، دیواری و کناری داره. این دیجی هفت ما 1 متر و 40 سانت قدشه و جنس بدن از MDF و این رنگ مشکی باعث میشه که رقص نور حسابی دلبری کنه. امکانات این اسپیکر یکی دوتا نیستن. همونطور که از اسمش معلومه، این اسپیکر پنل دیجی داره و این باعث میشه که امکانات و تغییرات زیادی رو برای صدا و تنظیم آهنگ در اختیار شما قرار بده. از تنظیم آهنگ با سبک‌های مختلف گرفته تا تغییر بیس با اکولایزر. قابلیت کاراوکه و وکال ریموور از دیگر امکاناتی هستند که فضا رو برای آواز خوندن شما آماده میکنه. اما مگه وکال ریموور و کاراوکه بدون میکروفون میشه؟ برای همین این اسپیکر یک میکروفون بیسی و یک درگاه اتصال میکروفون سیمدار هم داره که میتونید آواز بخونید، صحبت کنید و کلی لذت ببرید. اگر اهل بازی‌های پرهیجان کامپیوتری هستید یا اینکه فیلم زیاد می‌بینید، حتما دوست دارید که قدرت صدای اسپیکرتون زیاد بشه. با ورودی اپتیکال و کوکسیالی که دیجی هفت در اختیارتون قرار میده، میتونید تلویزیونتون رو به اسپیکر وصل کنید. بریم یه چای بریزیم تا بقیه‌اش رو براتون بگم. داشتیم از قابلیت ها میگفتیم. اسپیکر دیجی هفت از آیوبیت، بلوتوث، USB و فرمت MP3 پشتیبانی میکنه. این اسپیکر برای علاقه‌مندان به رادیو هم راهکار داره، برای اینکه قابلیت پخش رادیو FM هم داره. تمام تنظیمات هم از طریق این کنترل و هم از طریق پنل قابل اجرا هست و شما این تغییرات رو میتونید در نمایشگر 7 سگمنت مشاهده کنید. به عنوان آخرین نکته باید بگم طراحی و مهندسی اسپیکر دیجی هفت با خود دنای هست و مانند تمامی محصولات این برند دارای 24 ماه گارانتی و 10 سال ضمانت تامین قطعاته. از اینکه با ما همراه هستین سپاسگزار شماییم.